هفته خبر تو خبر داره براتون از شیخ فری که تا 2 سال پیش دور زدن تحریم رو رد میکرد. وقتی یه دیم گفتن ما دور میزنیم اما تحریم که مهم نیست. از جیب کی مهم نیست؟ از جیب خودتون هرچی میخواید برید دنبال تحریم. از جیب مردم مهم نیست. اما حالا همین روباه بنفش وقتی خودش تو مخمسه افتاده به ناگهان چرخش مداری کرده و از این حرفا میزنه. ما تحریم غیر قانونی ظالمانه شما رو با افتخار تمام دور میزنیم. دور زدن شیخ فری یه چیزی تو این مایه هاست. از هر طرف که دور بزنه آخرش کله پاست. و البته دلواپسایی مثل پاسدار قاسمی همین کله پا شدن رو که میبینن جوش میارن و اینجوری قاط میزنن. ای خاک من باور نمی کردم که بعد از 40 سال انقلاب گیر چنین پدیده. ای خاک بر سر من، خاک بر سرم که زنده ام و میبینم این انحراف 180 درجه‌ای از اصول تفکرات امام و امام حی و جامعه گیج و کلافه هر روز و هر دم از این باری میرسه تازه در از یه بار سند خیانت آمیز 20، یه بار برجام، یه بار FATF، یه بار فلان و مابقی چیزایی که امضا کرده نماینده خائن جاسوس من و من نمیدونم. بیشرف میگه شفافیت. امشب برو خیر نماینده تو بگیرین این برجام الان این هم مدت گذشته اون سند ترجمه شده واقعیشو بده ما بدیم. FATF تاش بده بخون. سند 20 امضا کرد که حضرت آقا جان گفت این که دیگه اصلا بحث فرهنگیه، ما در فرهنگ چیزی عقب مونده نداریم، اینه که باید خودمون رو با یونسکو تطبیق بدیم. پسرم در طول این زندگی 40 ساله هیچ وقت ندیده بودم که این جریان نفوذی اینجوری زمان رو از ما بگیره، زمین رو از ما بگیره، پول از ما بگیره، دشمن رو در داخل راه نفوذ رو باز کنن، جای پای دشمن رو باز کنن، امیدها رو در سینه بکشن، امیدها رو به یأس نابود کنن. هیچ وقتی ننگین تر از این مقطع ننگین تر از این مقطع. این جوری که این داره میکوبه تو عمامه شیخ فری، قبل از اینکه سر شیخ فری بشکنه میز نظامشون میشکنه. حواسش نیست که همشون سوار یک کشتی هم. این جوجه تئوریسین نظامم کلن زیرا به پروپاگاندای نظام رو میزنه و میگه مسئولین بی ارزن. علت اصلی افزایش قیمت دلار و ارز در کشور ما ربطی به تحریم‌های آمریکا خیلی نداره. این دروغو بهتون نگن سیاستمدارا برای اینکه بی‌عرضگی خودشون رو پنهان بکنن و عموم مردم از اقتصاد سر در نمیارن، میگن چون ما مثلا با آمریکا درگیریم قیمت ارز داره میره بالا. اینطور نیستش. سوریه با آمریکا درگیر نیست، تحریم نیست، از اون کشور چیزی نمونده، با خاک یکسان شده، اما قیمت ارز تکون نخورده تو این سالا. پلن ارزی ما مشکل داره که این آقایون سیاستمدار به جای صبح تا شب به جون هم بیفتن بیان اونو درستش بکنن. علل حساب تو نظام سگ صاحبش رو نمیشناسه و همینجوری میکوبن تو سر و کله هم دیگه. وسط این گرگ دعوا و شلم شوربا این بوزقلمون عظما سر و کلش تو جمعه بازار پیدا شد تا اینجوری قمپوز در کنه. این علاقه مردم ما به خودکفایی باعث شد که در اثر تحریم‌های شما کمر ببندیم، نیازهامون رو خودمون تأمین بکنیم. بله، این شما و این هم تلاش آخوندهای زوار در رفته برای مقابله با تحریم. این آخوند صدیقی صحبت از خودکفایی کرد. حالا این شما و این نمونه از خودکفایی نظام با استفاده از خودروهای وارداتی. مرگ بر آمریکاشو میگیم دیگه. بعد مال یک نفره، میبینید روی شیشه تصویر داره،
بعد اون خودروهای بالایی هم بود که نتونستم ببینم. ببینید شولته. بله شولته. ببینم. آره مرگ بر آمریکا میگم تحریمم شدیم. اینو من که نمیتونم بیارم، قطعا اون چه آورده این کاره بوده دیگه، دولتیه، اسمش هم که رو شیشش بود. مرگ بر آمریکا، جینگلی آمریکا، فینگلی اسرائیل. این هم تولید جلبک ملی در آب معدنی داخلی. سلام دوستان، این آب معدنی، آب آشامیدنی گوارای پیجی ماست 1.5 لیتری با این تاریخ تولید 27/4/97، انقضا 27/4/98، قیمت 1,500. اینم درب پلم که ببینید اصلا در باز نشده. خیلی جالبه. این آبو من گرفتم بعد از 10 روز که توی ماشینم بوده. ببینید تو 2 نقطه جلبک زده. خیلی جالب هست. زمانی هم که زنگ زدم به مسئول فروشش که شمارش اینجا هست، مدیر فروش که مالک خود همین چیز هستش که شرکت آب معدنی هست و یه شرکت مبلمان داره توی کرج، خیلی جالب بود که به من گفتش که آقا هر کاری میخواید بکنید همینه که هست. البته دامنه این خودکفایی به برنامه آشپزی تیوریش هم رسیده و کیفیت محصولات داخلی اینطوری برنامه رو داغون میکنه. اول مزه کنن، اگر خواستن نمک بزنن. خانم سبزاده ازتون پرسیدم به جای قرص گوشت هم یا معذرت میخوام. ایرادی نداره. البته ایرادی نداره. ما قبلا قابلمه رو چک کرده بودیم به خاطر همین مسئله. بله بفرمایید. ایرادی نداره. حالا در حالی که نظام ولایت در چنین نقطه‌ای از اقتدار قرار داره، به ناگهان پاسدار عباسی سر و کلش پیدا شده تا برای مذاکره با آمریکا شرط بذاره. فقط شما شرط ها رو ببینید تا به ابعاد مشنگی این جماعت پی ببرید. باید روشن کنیم که اونا چی میخوان از ما پای میز مذاکره، ما چی میخوایم. ما زمانی میتونیم بگیم پای میز مذاکره بردیم که اینا محقق باشه. باید حجاب رو به رسمیت بشناسید، بپذیرید حجاب بزنید. 3. باید وال استریت رو به عنوان مرکز ربای جهانی ببندید. اقتصاد ربوی رو باید بذارید کنار. آمریکا باید بپذیره مسلمان بشه. حتما به شما نصیحت، تا اینا رو به دین خودتون در نیاوردید دست سرشون برندید. آمریکا اگر ما نریم زیر دو خم این که آمریکایی‌ها رو به دین خودمون در بیاریم، شیعه 12 امامیشون کنیم، آمریکایی‌ها رو ما رو به دین خودشون در میارن، ما رو رباخوار و فاسد و سبک زندگی آمریکایی میکنن. 40 سال آزگاره که آخوندا هر بلایی خواستن سر مسلمانای ایران و منطقه آوردن. حالا دنبال اینن که آمریکایی ها رو هم مسلمون کنن. ببینید این پدر شاعر چطور وضعیت ایران رو در 2 بیت خلاصه میکنه و توی صورت وزیر کشاورزی کابینه شیخ فری میکوبه. روزگارش هر روز بهتر میبینم، این جهان را پر از خوف و خطر میبینم. دختران را همه جنگ است با مادر، پسران را به بدخواه فرا میزنم. خود دیگه مردن و مملکت خداحافظ. و این هم یه واکنش طنزآلود به وضعیت سرسام‌آور قیمت‌ها. تو روزگاری که تنفر از آخوندا همه جای ایران رو پر کرده، این آخوند پهنیان مشنگ یه چنین نسخه‌ای برای برخورد با آخوندا میپیچه. ولی در جامعه ما رسم مردم یک روحانی میبینن، اول مشکلات معنوی خود را سوال میکنن. باید این رسم تغییر پیدا کنه. اول که یک روحانی دیدن، به آن روحانی و عالم دینی بگوین چرا دنیای ما این گونه است؟ چرا سیاستمداران این گونه رفتار میکنن؟ چرا این مشکلات مدیریتی هست؟ چرا این مشکلات اقتصادی در مملکت هست؟ شما علما چه میکنید در مملکت؟ اما در عمل و در کف خیابون مردم اینجوری با آخوندهای حکومتی برخورد میکنن. دیگه با ایران باید خداحافظی کنیم، میدونی؟ نسل داره مبارز میشه. با امید خدا نسلتون ریشه کرد. منتظر اون روز هستن کم جیب مردم رو نزدید و دزدی نکردید. شما دزدی. اینجاست که آخوند تانگه وارد میشه و برای منقرض نشدن نسل آخوندا این اراجیف رو به هم میبافه.
من خیلی جاها گفتم برید خانواده های عزیزی که 6 تا 7 تا 8 تا بچه دارن بپرسید، شعبده بازی که نیست که، واقعیت ها رو برید بپرسید. میگه بچه اول کارم درست شد، بچه دوم خانه درست شد، بچه سوم ماشین درست شد، بچه چهارم مکه رفتیم. اینه همون برکت هاییست که خدا میگه، اینه من حیث لا یحتسب است که خدا میگه. باور کنیم. این آخوند مشنگ هم خودش رو به چنین شکل و شمایلی در آورده تا شاید برای آخوندهای منفور یه وجهی دست و پا کنه. اما هر چی قرمز عاشقشیم، از پرسپولیسش گرفته، از تراکتورش گرفته تا بارساش، مثلا بارسایی خودم پرسپولیسم، همه اینها جمع. ایشالله امروز مثل نتیجه همین پلیستیشن 3 تا گل نازنین میزنیم، 3 تا وان تو جاری، 3 تا گل قشنگ میزنیم و قهرمان آسیا میشیم. اما واقعیت اینه که دوران دین فروشی تموم شده و حتی آخوندهای بی عمامه‌ای مثل این بزبز قندی هم به شکست روزه ها و خالی شدن انبار آخوندها از اجناس بنجل اعتراف میکنن. دو تا از مراجع گفتن آقا جون کل سال رو تبدیل نکنید به مراسم عزاداری. سالی که 6 ماهش عزاداریه، اصلا اون عزاداری دیگه ارزشی نداره. اصلا مردم حوزه باقات همه سال عزاداری داریم میکنی، هی هم ایام خلق میکنن. ایام محسنیه باز خلق شده، اختراع شده. ایام محسنیه. اون روز دیدم یه کتاب اینقدر برای حضرت محسن، کسی که به دنیا نیامده. با این خود کتاب در آوردی؟ با این حساب کار آخوندها به جایی رسیده که دروازه خالی رو هم نمیتونن گل کنن. در پایان توجه شما رو به یه دابسمش سخت و دیدنی جلب میکنیم که در نوع خودش کار جدیدیه.